میاکات مرکزی لازری جراحی معاصر در دوام 15 دقیقه. حجره جراحی لازری بدون بریدن، بدون بستری کردن، پس از جراحی راست خانه راهی کردن. اکنون برای پرتر فهمیدن شما ما میخواهیم که دکتر در دایره همه نمود تجهیزات هایی که در اینجا وجود دارد با ما پرتر معلومات دهد. سلام علیکم دکتر. سلام. این آپاراتی لازر برای بیماری های واریکوزا جراحی کردن توسط لازر میگویم که این جراحی میکند. من این سویتاودی لازری رادیالی میباشد. با هست سویتاودی که راست وای میکند میسوزاند. این رادیالی من اینجا به نزدیک گرفتم اگر گردوگرد رگوی خونگرد سوزانده میبرد و توسط همین سوزاندن توسط همین لازر سوزانده وینا نست کرده میشود. این آپاراتی لخت میلان فدراسیون روسیه میباشد. سویتاودی که ما استفاده میبریم این گرمانسکی یعنی که از آلمان. اینو همش ناراضیه. اینو یک بار استفاده برده میشود. بعد استفاده بردن ما اینا میپرتویم. نفرایی که کسلی قند دارن با بیماری قند توسط جراحی های معاصر ما میتوانیم که خیلی شما در چی دیدتون در دیگر عملیات جراحی خانه دیدتون اندواسکولری میتوانیم توسط رگوی خونگرد در اومده رگوی خونگرد رو کشویم یعنی خونگردیش رو برقرار کنیم. این انژیوپلاستیکا میشه و بغیر از این گیبریدنی اپراسیون یعنی که بعد از اونجا میتوانیم اگر به همون بیمار لازم باشد شونتی رو بینیم یعنی که شونتی کنونی دیستالی میگذاریم. شونتی کنونی دیستالی به بسیاری بیماری ها بیماری قند و بیماری های اتروسکلروز خیلی ضروری میباشد. پروسس سوزاندن رگ خونگرد به مانند یگان پلی‌اتیلن و پاکت سوزاندن بوری میشد. وقتی که میسوزونید معده شده میرود. بیمار درد میوبد. بیمار درد رو نمیفهمد برای اون که توسط بیدارد کننده ها ما بیدار میکنیم. در اینجا مثلا گرفته ماندگی از همون پخود و وینا پولنی فوتولار ساخته ویناش وای میکنیم بیدارد میکنه و وقتی که توسط لازر میسوزونیم این بیمار یگان چی حس نمیکند در رفته آمده. هموطنان عزیز، بهترین بیمارخانه، بهترین تکنولوژیا. شما هم خواهید که سلامتیتون در مد اولین باشد، بهترین نفر شده به اینجا تشریف آورید.